با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی پیج. با آموزش بورد گیم جیپور، بهترین بورد گیم سال 2018 جهان، در خدمت شما هستیم. آموزش سریع این بازی شامل 6 نوع کارت که هر کدوم از این کارت ها یک نوع محصول مخصوص به خودشون رو دارن شروع میشه. در جریان این بازی هر کسی اول بازی 5 تا برگ در اختیار داره، البته که بازی فقط 2 نفر است و 5 تا کارت در مرکز زمین قرار میگیره برای شروع که 3 تا شتر و 2 تا کارت مجزا از محصولات میتونه باشه. برای شروع بازی هر کدوم از نفرات میتونن 3 تا کار انجام بدن تو نوبتشون، یا یک کارت از مرکز زمین بردارن، فقط یک کارت محصول. راه دوم، حتما باید تمام شترهای وسط زمین رو بردارن. مثلا اگر وسط زمین 3 تا شتر هستش، نمیشه 2 تاشو برداشت، حتما باید همش برداشته بشه. یا جایگزین کردن 2 یا بیشتر از محصولات با کارت های داخل دستشون. یعنی مثلا شما 2 تا کارت از مرکز زمین برمی‌دارین و 2 تا کارت از دستتون جایگزین میکنین، یا تعداد بیشتری. هر بازیکنی هر تعداد شتر که داشته باشه باید به صورت رو در جلوی خودش روی زمین قرار بده تا مشخص بشه که بیشتر از 7 کارت محصول توی دستش نداشته باشه. این یکی از قوانین بازیه که بیشتر از 7 کارت شما نباید توی دستتون داشته باشین، که اگر داشته باشین مجبور به بازی کردن و کارت‌های داخل دستتون. حالا سوزوندن کارت به چه صورته؟ شما 3 محصول ارزون بازی رو که بعدا خدمتتون توضیح میدم و میتونین حتی با سوزوندن یک کارت هم بخرید. ولی 3 محصول گرون بازی حتما باید بیشتر از 2 کارت سوزونده بشه. اگر بیشتر از 3 کارت سوزونده بشه که 3، 4 و 5 مهره مخصوص و جایزه خودشو داره. همونجور که الان مشاهده میکنین این مهره 3 کارت همزمان سوزوندن از یک محصوله و همینطور برای 4 و 5 و بیشتر از 5 تا همون 5 بهتون تعلق میگیره. این هم مهره برنده شدن تو هر دور بازیه که بازی در 3 دور برگزار میشه که تو این هر کسی از 3 دور 2 دور برنده بشه برنده کامل بازیه. اگر بخوام توضیح خاص دیگه‌ای بدم، مهره شتر میتونه باشه که 5 امتیاز آخر بازی به اون کسی که مهره رو داشته باشه تعلق میگیره، در صورتی که در زمان اتمام بازی کارت شتر بیشتری داشته باشه. و این مهره‌های 3 کارت، 4 و یا 5 کارت پشتشون به صورت شانسی امتیاز داره. ممکنه شما یه امتیاز خیلی بالا و یا یه امتیاز خیلی پایین بگیرین، مشخص نیست، به صورت شانسی به شما امتیاز. اتمام بازی هم به این صورتی که با تموم شدن 4 تا از مهره‌های محصولات از 6 تا، اگر 4 تاش تموم بشه بازی به اتمام میرسه و امتیاز شماری شروع میشه. هر 3 محصول توسی، زرد و قرمز محصولات گرون بازی حساب میشن که شما حداقل باید 2 تا کارت بسوزونید برای برداشتن از این مهره ها. و 3 محصول دیگه که شامل بنفش و سبز و قهوه‌ای میشن محصولات ارزون بازی هستن و شما باید توجه بفرمایید که اینها رو میتونین یه دونه ای هم خرید کنید.
و نکته آخر بازی اینه که شما هر محصولی رو که بخواین خرید کنید، اگر زودتر از حریفتون خرید کنید امتیاز بیشتری به دست میارین، چون مهرهای محصولات از عدد بالا به پایین چیده میشن و هر کسی زودتر خرید کنه احتمال به دست آوردن امتیاز بیشتری رو داره.